سلام عزیزای دل، خوش اومدین به قسمت فکر میکنم 14 از کتاب بوتکور. امیدوارم که حال دل و روح و جسم و هر چیزی که دارین خوب باشه و زیاده گویی نکنم، بریم با هم بخونیم و بشنویم. من آرزو میکردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم، اما وقتی که میآمد و آن را حس میکردم مثل همان ایام سخت و دردناک بود. سرفه هایی که صدای سرفه یابوهای سیاه لاغر جلوی دکان قصابی را میداد، اجبار انداختن خلط و ترس اینکه مبادا لکه خون در آن پیدا بشود، خون این ماده سیال ولرم و شورمزه که از ته بدن بیرون می آید، که شیره زندگی است و ناچار باید قی کرد، و تهدید دائمی مرگ که همه افکار او را بدون امید برگشت لگدمال می کند و می‌گذرد بدون بیم و هراس نبود. زندگی با خونسردی و بی‌اعتنایی صورتک هر کسی را به خودش ظاهر می‌سازد. گویا هر کسی چندین صورت با خودش دارد. بعضی‌ها فقط یکی از این صورتک‌ها را دائما استعمال می‌کنند که طبیعتاً چرک می‌شود و چین و چروک می‌خورد. این دسته صرفه‌جو هستند. دسته دیگر صورتک‌های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می‌دارند و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر میدهند، ولی همین که پا به سن گذاشتند میفهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب میشود. آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت صورتک آخری بیرون میآید. نمیزانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرآلودی با خودش داشت که افکار مرا مسموم میکرد. من حتم داشتم که پیش از مرگ یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده. نه تنها دیوارهای اتاقم بلکه منظره بیرون، آن مرد قصاب، پیرمرد خنزر پنزری، دایم، آن لکاته و همه کسانی که می دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو می خوردم و لباسهایی که تنم بود، همه اینها دست به یکی کرده بودند برای این افکار. چند شب پیش همین که در شاهنشین حمام لباسهایم را کندم، افکارم عوض شد. استاد حمامی که آب روی سرم میریخت مثل این بود که افکار سیاه هم شسته میشد. در حمام سایه خودم را بر دیوار خیس عرق کرده دیدم من همانقدر نازک و شکننده بودم که 10 سال قبل وقتی که بچه بودم درست یادم بود سایه تنم همینطور روی دیوار عرق کرده ی حمام میافتاد. به تن خودم دقت کردم. ران، ساق پا و میان تنم یک حالت شهوت انگیز ناامید داشت. سایه آنها هم مثل 10 سال پیش بود، مثل وقتی که بچه بودم. حس کردم که زندگی من همش مثل یک سایه سرگردان، سایه های لرزان روی دیوار حمام بی معنی و بی مقصد گذاشته است، ولی دیگران سنگین، محکم و گردن کلفت بودند. لابد سایه آنها به دیوار عرق کرده حمام پررنگتر و بزرگتر می افتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی می گذاشت، در صورتی که سایه من خیلی زود پاک می شد. سر بینه که لباسم را پوشیدم، حرکات قیافه و افکارم دوباره عوض شد، مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم، مثل اینکه در همان دنیایی که از آن متنفر بودم دوباره به دنیا آمده بودم. در هر صورت زندگی دوباره به دست آورده بودم، چون برایم معجز بود که در خزانه حمام مثل یک تکه نمک آب نشده بودم. زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی، نامعلوم و باور نکردنی می آمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم گویا یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده. اغلب به این نقش که نگاه می کنم مثل این است که به نظرم آشنا می آید. شاید برای همین نقش است، شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند. یک درخت سرو کشیده شده که زیرش پیرمردی قوز کرده، شبیه جوکیان هندوستان چنباتمه زده، عبا به خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته، به حالت تعجب انگشت سبابه دست چپش را به دهانش گذاشته. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و با حالت غیر طبیعی، شاید یک بوگامداسی است، جلوی او میرقصد.
یک گل نیلوفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است. پای بساط تریاک همه افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم. در این وقت جسمم فکر میکرد. جسمم خواب میدید، میلغزید و مثل اینکه از ثقل و کثافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگ‌ها و تصویرهای مجهول بود پرواز میکرد. تریاک روح نباتی، روح بطیل حرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود. من در عالم نباتی سیر می کردم. نبات شده بودم. ولی همینطور که جلوی منقل و سفره چرمی چرت می زدم و عبا روی کولم بود، نمیدانم چرا یاد پیرمرد خنزر پنزری افتادم. او هم همینطور جلوی بساطش قوز می کرد و به همین حالت می نشست. این فکر برایم تولید وحشت کرد. بلند شدم، عبا را دور انداختم، رفتم جلوی آینه. گونه هایم برافروخته، رنگ گوشت جلوی قصابی بود. ریشم نامرتب ولی یک حالت روحانی و کشنده پیدا کرده بود. چشمهای بیمارم حالت خسته، رنجیده و بچگانه داشت. مثل اینکه همه چیزهای ثقیل زیرزمینی و مردمی در من آب شده بود. از صورت خودم خوشم آمد. یک جور کیف شهوتی از خودم می بردم. جلوی آینه به خودم می گفتم درد تو آنقدر عمیق است که ته چشم گیر کرده و اگر گریه بکنی یا اشک از پشت چشمت در می آید یا اصلا اشک در نمی آید. بعد دوباره می گفتم تو احمقی، چرا زودتر شر خودت را نمی کنی؟ منتظر چه هستی؟ هنوز چه توقعی داری؟ مگر بغلی شراب توی پستوی اتاقت نیست؟ یک جرعه بنوش و برو که رفتی. احمق، تو احمقی. من با هوا حرف می زدم. افکاری که برایم می آمد به هم مربوط نبود. صدای خودم را در گلویم می شنیدم ولی معنی کلمات را نمی فهمیدم. در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می شد. مثل وقتی که تب داشتم. انگشت‌های دستم بزرگتر از معمول به نظر می آمد. پلکای چشمم سنگینی می کرد. لبهایم کلفت شده بود. همین که برگشتم دیدم دایم توی چارچوب در ایستاده. من قهقه خندیدم. صورت دایه‌ای بی حرکت بود. چشمهای بینورش به من خیره شد ولی بدون تعجب یا خشم و افسردگی بود. عموماً حرکت احمقانه به خنده می اندازد ولی خنده من عمیق تر از آن بود. این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا به آن پی نبرده اند و فهمش دشوار است ارتباط داشتم. آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است یک حرکت مافوق بشر مرگ بود. دایم منقل را برداشت و با گام‌های شمرده بیرون رفت. من عرق روی پیشانی خودم را پاک کردم. کف دستایم لکه‌های سفید افتاده بود. تکیه به دیوار دادم، سر خودم را به جرز دیوار چسبانیدم. مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمیدانم این ترانه را از کجا شنیده بودم. با خودم زمزمه کردم بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر می کرد و اضطراب مخصوصی در من تولید می شد. اضطراب و حالت غم انگیزی بود، مثل عقده‌ای که روی دلم جمع شده باشد، مثل هوای پیش از طوفان. آن وقت دنیای حقیقی از من دور می شد و در دنیای درخشانی زندگی می کردم که به مسافت سنجش ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت. در این وقت از خودم می ترسیدم. از همه کس می ترسیدم. گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود. برای این بود که فکرم ضعیف شده بود. دم دریچه اتاقم پیرمرد خنزر پنزری و قصاب را هم که دیدم ترسیدم. نمیدانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود. دایم یک چیز ترسناک برایم گفت. قسم به پیر و پیغمبر میخورد که دیده است که پیرمرد خنزر پنزر شبها میآید در اتاق زنم. از پشت در شنیده بود که لکاته به او میگفته شال گردن تو واکن.
هیچ فکرش را نمی شود کرد. پیروز یا پس پیروز بود وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم. به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد و کرم خورده پیرمرد که از لایش آیات عربی بیرون می آمد روی لپ زنم بود. اصلا چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه ما پیداش شد؟ آیا خاکسترنشین بود؟ خاکسترنشین این لکاته شده بود. یادم هست همون روز رفتم سر بساط پیرمرد. قیمت کوزه‌اش را پرسیدم. از میان شال گردن 2 دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد. خندید. یک خنده زننده خوش کرد که مو به تن آدم راست می شد و گفت آیا ندیده میخری؟ این کوزه قابل نداره، جوون ببر خیرشو ببینی. با لحن مخصوصی گفت قابلی نداره خیرشو ببینی. من دست کردم جیبم 2 درهم و 4 پشیز گذاشتم گوشه سفرش. باز هم خندید. یک خنده زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست میشد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم. با دستها جلوی صورتم را گرفتم و برگشتم. از همه بساط جلوی او بوی زنگ زده چیزهای چرک و وازده که زندگی آنها را جواب داده بود استشمام شد. شاید میخواست چیزهای وازده زندگی را به رخ مردم بکشد. به مردم نشان بدهد آیا خودش پیر و وازده نبود. اشیای بساطش همه مرده کثیف از کار افتاده بود. ولی چه زندگی سمج و چه شکل‌های پرمعنی داشت. این اشیای مرده به قدری تأثیر خودشان را در من گذاشتند که آدم‌های زنده نمی‌توانستند در من آنقدر تأثیر بکنند. ولی ننجونم برایم خبرش را آورده بود و همه گفته بود با یک گدای کثیف. دایم گفت رخت خواب زنم شپش گذاشته بود و خودش هم به حمام رفته. سایه او به دیوار عرق کرده حمام چجور بوده است؟ لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدواری بوده. ولی روی هم رفته این دفعه از سلیقه زنم بدم نیامد، چون پیرمرد خنزر پنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جلب می کنند نبود. این دردها، این قشرهای بدبختی که به سروری پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از یک اطراف او میبارید شاید هم خودش نمیدانست، ولی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش میداد و با آن سفره کثیفی که جلوی او بود نماینده و مظهر آفرینش بود. آری جای 2 دندان زرد کرم خورده که از لایش آیه های عربی بیرون می آمد روی صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمیداد، که مرا تحقیر می کرد، ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم. با تمام وجود این که تا کنون نگذاشته بود یک بار روی لبش را ببوسم.